تماشا کنید از دوستای گرامی همه میدونند که این چی است. همین کمی باشد هم یک تحلیلی بنزین آمریکا بیمان میشه. ما حالا باشد ما در شهر میچیگان هستیم، دیترویت نزدیک به کانادا. فیلادلفیا وقتی مقایسه کردن میفهمیم که چند سوم است و چخیل است و باید بگیم که دیزل چخیلی هست که در اینجا ارزون است، $4 149 سنت، اما در فیلادلفیا قریب به $5 نزدیک است، از 4.5 زیاد است. اما بنزین باشد من نمیدونم برای چی اینجا $3.79 سنت است، در فیلادلفیا باشد $3.55 $3.45 سنت است. یعنی 2 سال پیش اگر همین نرخایی که در همینجا میبینید $2.89 $2.85 $2.73 یعنی که وابسته به هر شتات است، چون که نلاگ هر شتات فرق میکنه. امروز باشد از 4 زیاد است. اکنون ما امید داریم که شاید بعد 1 سال 2 سال همین بالانسی که امروز ریتینگی که مثلا نفت بالانس شده است، نرخش زیاد شده است، شاید پس رود. اما پس نرفتنش هم ممکن است، چون که هر چیزی که بالا شد دیگه فرامدنش 10 سنت 20 سنت یا 30 سنت ممکن است. اما با همین چیز همین آدمیزاد چکار میکنن، عادت میکنن، بیزنسمن‌ها باشن با پول کار میکنن، با میخواهند که قیمت‌تر شد و برای عرب‌ها نقد است و هر دولتی که مثلا نفت زیاد استحصال میکنن بسیار خوب است. و باید ذکر کنم که جایی که ما ایستادگی هستیم این طرف برای تراکتورها است، این طرف برای لافس است. لافس یکی از تشکیلات‌های شناخته آمریکا که مخصوص جای‌های انتخاب کردگی است که برای نفرایی که از این شتات به وای شتات میرن، یعنی که دور خدمت رسانی است. در درونش تمام شرایط است، حتی میتونید که حمام کنید برای دروی تازه شده. خوب باز آمریکا چی بگیم تعریف کردن زیاد نیست، چون که خودش همین خیلی نشان داده ایستاده است که ما مثلا چگونه خدمت رسانی داریم. این همین کلانکو هم است، 1 2 3 4 5 6 7 کلانکو. جایش بسیار هم بی‌نهایت کلان است نظر به فیلادلفیا. فیلادلفیا بسیار یک جای مایده است. نیویورک، فیلادلفیا، ویرجینیا اینا جاهاشون تنگ است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونجا یکم شتات‌های آمریکا اعتراف میشه، چون که یکی از 13 شتات‌هایی که در آمریکا بودن همونها حساب میشه. بعداً اینها تشکیل کرده شدن، چون که اینا یک بیابان بودن، اما در بیابان چگونه مثلا یک جای ساختن. امروز باشه چی؟ امروز باشه یک آبادی است، هرچند که شهری کریمینالی است. احتیاج شده گشتن نکنه در اینجا بسیار هم هر جا نرفتن نکنه، چون که از روی استاتیستیک بسیار هم شهری خطرناک به حساب می‌رود. این طرفو که باشه انشاءالله خوب است. خدا نگهبان همه ما و شما باشد. خب باشه که باشه.